سلام، اگر اینترنت خوب دارید و آزادی آنلاین را تماشا میکنید. واقعا امروز درباره سرعت اینترنت در تاجیکستان صحبت میکنیم که خوب هست یا نه. یک مؤسسه تحقیقاتی هفته گذشته گفت سرعت اینترنت در تاجیکستان یکی از سست‌ترین ها در جهان است. سببش هم دخالت دولت به کار شرکت‌های خصوصی موبیلی و به دست یک شرکت دولتی دادن حق تقسیم اینترنت بوده است. خلاصه شرکت بدیکام که روز 22 ایون نشر شد، علم بسیاری از کاربران صفحه رادیو آزادی را در اینستاگرام تازه کرد که حالا همراه می‌بینیم این مردم شبکه اجتماعی درباره اینترنت تاجیکستان چی میگویند. از شرح کاربری با نام مامین دوچکا آغاز میکنیم که نوشته است: شما نفهمیدید که اینترنت ما سست است. از سالی که من خودم را میشناسم مثل سنگ پوشت کار میکند، نرخش در آسمان، سرعتش در زمین. کاربر با نام خیرالله هم که ظاهرا شوخ است، سرعت اینترنت در تاجیکستان را مسخره کرده و گفته است: هر وقت به باغ حیوانات میروم سنگ پوش را بینم، اینترنت تاجیکستان به یادم میآید. یکی دیگر از کاربران اینترنت در تاجیکستان را خریلنگ نامیده است. دیگری شوخی کرده است که بسیار خوب است، نزدیک تریزه که رفتی اندکی بهتر کار میکند. این زمان بسیاری از کاربران شکایت کردند که در برابر سرعت سست قیمت اینترنت در تاجیکستان بلند است. سبحان جان از جمله آنهایی که پول زیاد هر ماه برای اینترنت خرج می‌کرده است. او میگوید در یک ماه 100 سومانی پرداخت می‌کنیم. سرعتش مثل آن است که 5 آدم را در یک ماشین سوار می‌کنی. در روسیه 300 روبل می‌پردازی، سرعت فوق‌العاده بلند داری. چرا در مملکت ما این گونه اینترنت می‌فروشند؟ هم نرخش گران، هم با سرعت سست. من حیران. بنیاد یوسفی کاربر دیگری صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام هم از جمله 500 نفر است که زیر خبری ما دایر به سرعت اینترنت در تاجیکستان شرح گذاشته است. او نوشته است: از همه اینترنت سست و از همه قیمت، یک ویدیوی 5 مگابایتی را تماشا کنید 15 مگابایت میزنند. انصاف گفتنی گپ نیست، همش فند و فریب. نخواد نرخ 1 گیگابایت اینترنت 33 سومانی باشد، به خدا و بال است. کاربر با نام ادوکات کاکران و سست بودن اینترنت را گناه مقامات تاجیکستان میداند که میگوید در ساحه خدمت رسانی علاقه موبیلی و اینترنت در تاجیکستان مونوپولی است. کمیته ضد انحصاری و کمیته حفظ حقوق مشتریان بنام هستند، لیک در اصل به همان شرکت ها خدمت میکنند. حقوق و منفعت های انسان در ما به شرافت مسئولین زیر پا گشته است. قسم دیگری مردم در اینستاگرام نوشتند که اگر در تاجیکستان سرعت اینترنت خوب باشد، کار زیادی برای زندگی و اقتصاد کرده می شود. یکی از آنها با نام کوکو بیبی نوشته است: عصر 21 است اینترنت و تمدن است. به اینترنت خوب بدتر و بدتر می شود. با اینترنت خوب مردم چیزی بسیار می آموزند و درست فکر کردن را یاد می گیرند. راستی اینترنت را بهتر کنید، بسیاری از چیزها تغییر می یابند. در واقع مقامات تاجیکستان را سالهای اخیر سخت تنقید می‌کنند که با قبول قرارهای گوناگون و به دست یک شرکت دادن حق تقسیم اینترنت وضع ساحه را بسیار بد کرد. برای همین به نوشته رمضان یک کاربر اینستاگرام: در تاجیکستان بهتر است که اینترنت نداشته باشید چون عصبیت آرام میماند، اگر داشته باشی آنچنان میچسبد که وحشت. امیدوارم اینترنت شما نچسبیده باشد و برنامه ما را تا آخر تماشا کرده باشید. اگر هستید پس تلفن را نوشته بگیرید که ویدیو و نظر و خبرهایتان را بفرستید. با واتساپ، وایبر، تلگرام و ایمو. ویدیو و گزارش‌های تازه را میتوانید در وبسایت ما هم ببینید و بخوانید. تا دیدار در برنامه‌های آینده.